10 سال 9 سال پیش بود میشستم هر روز کندل حفظ میکردم. همه شوتینگ استار، تری رو کرو، 3 سرباز سبز، خب مارا بوزو، همه اینا رو میشستم حفظ میکردم، نکته هاشو همه اینا رو مینوشتم. با پا میشدم میرفتم بالا سر چارت پوزیشن باز میکردم، زرد میشد. دوباره میومدم میرفتم میشستم یاد میگرفتم، دوباره همه کندلا رو حفظ میکردم، دوباره پا میشدم میرفتم بالا سر چارت. اصلا میدم اون اتفاق نمیفته. رو کاغذه گفته آقا اگه همه رو زد اینطوری بود میره بالا، در که نمیرفت بالا. و متوجه شدم که کندل یک نوع زبانه و تو در زبان شناسی حفظ نمی‌کنی چیزی رو. تو پا نمیشی بیای سلامو حفظ کنی، تو میدونی کی چه موقعی باید سلامو استفاده کنی برای چه مفهومی و برای اینکه یه ارتباطی برقرار کنی. و بعد متوجه شدم توی مارکت ما 2 تا نقش اصلی داریم، فروشنده و خریدار، و اینا در تمام مدت در حال جنگ با هم دیگن و یه قصه رو دارن میگن. و پس من باید این قصه ها رو متوجه بشم. بعد از اون پیگیری اینو کردم به جایی که کندل حفظ کنم مثل دیوانه ها، بشینم قصه پشتش رو درک کنم. اگه دوست داری قصه پشتش رو درک بکنی، برام کندل شناسی رو بنویس، برات توضیح دادم قشنگ کامل. یه دور با هم دیگه بریم سراغ قصه مارکت به جای حفظ کردن کندلای شت.